سلام، من فاطمه آقایی هستم، یه بیمار مبتلا به سرطان سینه هورمون مثبت که متاستاز به استخوان‌هام هم صورت گرفته. از اونجایی که بیماری من هورمون مثبت بود، در مورد فیتواستروژن ها شنیدم و گیاهانی که حاوی این فیتواستروژن هستن و اینکه این فیتواستروژن ها شبیه هورمون استروژن هستن و ممکنه برای ما بیماران مبتلا به کنسر سینه هورمون مثبت ضرر داشته باشن. بنابراین اومدم تحقیقات زیادی کردم که ببینم اصلا این فیتواستروژن ها تو چه مواد غذایی وجود داره. من متوجه شدم بسیاری از مواد غذایی که ما حتی روزانه داریم به صورت روتین مصرف میکنیم حاوی این فیتواستروژن ها هستن و مواد غذایی که بیشتر فیتواستروژن رو دارن یکی سویا هست، کنجد هست و ترکیباتی که از کنجد تهیه میشه مثل ارده، کتان، غلات کامل مثل گندم، جو، برنج، حبوباتی مثل لوبیا، مثلا لوبیا چیتی و لوبیا سیاه، سبزیجاتی مثل گلکلم و کلم بروکلی، میوه‌ای مثل سیب و هلو. اینا همه فیتواستروژن دارن و متوجه شدم بخوام که این واقعا مواد غذایی نخورم واقعا خیلی سخت هست. بعد اومدم از آنکولوژیستا تحقیق کردم که ببینم واقعا اثرگذار هست یا نه و دیدم همه متفق القول میگن که فیتواستروژن ها هورمون استروژن چندانی ندارن و ضرری برای بیمار مبتلا به سرطان سینه هورمون مثبت ندارن و میتونیم با خیال راحت از این ترکیبات استفاده بکنیم. و حتی متوجه شدن که کسانی که سابقه استعداد ژنتیکی دارن و سابقه این بیماری در خانوادهشون دارن، حتی اگر سویا مصرف بکنن به پیشگیری از این بیماری در آینده بهشون کمک میکنه. بنابراین به این نتیجه رسیدم که با خیال راحت از همه مواد غذایی استفاده بکنم و استرس و ناراحتی نداشته باشم که اگر این مواد غذایی استفاده کردم آیا سرطان من تشدید میشه و تاثیر رو درمانم میذاره یا نه. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. اگر که دوست دارین برای اینکه تجربیاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بذارین منو سابسکرایب کنید و تا از اطلاعاتی که دارم استفاده بکنین و بتونیم در کنار هم دیگه این روزهای سخت رو پشت سر هم بگذاریم.